برای نهار میخوام کولی درست کنم. بچه ما به این ماهی رودخونه‌ای های ریزه میزه میگیم کولی و از طعم و مزه‌شون هم نگم براتون خیلی خیلی خوشمزه هستش و اینکه اینا رو از کف استخر ماهیمون گرفتیم و اندازه‌شون هم در همین حد، دیگه بیشتر رشد نمیکنه. با من همراه بشید تا با این کوچولوهای ریزه میزه یه غذای خوشمزه درست کنم. کولیا رو که گذاشتیم داخل مایتابه تا سرخ بشن، منم برم یه چند تا نارنج تازه از درخت بچینم. بچه چون دیروز باد بود این نارنجا همه از روی درخت افتاده دیگه، تازه نچیدم، اینا رو برداشتم، اونا رو هم گذاشتم که بعدم هر وقت خواستم بیام بچینم. لیو بفرمایید نهار ماهی کولی با آب نارنج تازه به همراه سالاد.